کاهش قرب روبل تا به خانواده‌های تاجیک هم رسید. حاجی نوریدین ولیجان این شب و روز هوش و گوشش به خبرها درباره قرب روبل است. 2 فرزند او در روسیه کار میکنند، روبل میفرستند. وقتش ما کار میکردیم 30,000 دلار بود. حاضر مثال 30,450 دلار. مهنت میکنی سوم کم. مثال پیش اگر یک مدت 2,000 دلار روی کردن حاضر 600 دلار. در 2 روز اخیر قرب روبل روسی در بازار اسعار تاجیکستان 13% پایین رفته تا به 13.7 درم برای 1 روبل رسید. تحلیلگران تاجیک هم به آن تاکید میکنند که کاهش قرب روبل با وضع مالی کشور به تاثیر نخواهد بود. هنگامی که انتقال پول از خارج کشور کم شد، صاحبکاران هم خرید مال محصول صاحبکاران وطنی کم میشود و در اینجا گفتن ممکن که در عموم میتواند تاثیر رساند هم به اقتصاد تاجیکستان، هم به نظام بانکی تاجیکستان و همچنین به بودجه دولت نیز تاثیر منفی خود را میرساند. یک چیز است در بازار مثال هنگامی اقتصاد تاجیکستان از پولهای انتقالی مهاجران وابسته است. به اندیشه اقتصادشناسان پایین روی روبل روسی به نااستواری قرب ملی در تاجیکستان هم تاثیر میگذارد. شهروندان تاجیکستان صدها میلیون دلار انتقال میکنند به حدود کشور ما. یعنی که از این حساب هم منتظمی نظام بانکی کشور وابستگی زیاد دارد، هم گوییم که سطح کمبیزات پس کردن سطح کمبیزاتی وابستگی دارد. گوییم بغیر از این در برابر این رشد صاحبکاری در ما اصلا سپکولاتیو نیست. با گفته تحلیلگران از سوی دیگر روسیه با تاجیکستان قراردادهای استراتژیکی مهمی دارند که تحریم‌ها به عملی شوی آنها هم به تأثیر نخواهند ماند. روسیه هم در نوبت خود ما می‌داریم که نه تنها همچون شریک استراتژیکی و باز در بسیار بگم تشکیلاتایی که اوید به امنیتی به خطر آسیای مرکزی همکاری دارد مثل اودکب و هم عهده‌دار است که مثلا سرحدهای تاجیکستان رو در نظام شرطنامه‌ای یعنی امنیتی سرحدهای تاجیکستان رو سهم گذارد و در این سهم ممکن است یعنی کاهش یافتن تجهیزات‌های حربی که باید که به تاجیکستان وارد شوند طبق شرطنامه و آن همکاری‌ها. این وضع هم در حال است که تازه مهاجران از کمی بهتر شدن وضع خود بعد بحران سال 2014 در این کشور صحبت می‌کردند. ما کاری افتاد نمیتونستیم، گشتن نمیتونستیم که کار کنیم. مثال برآمده تریتوری مثال شهر زوادو گردیم، برای که همین خیلی وضعیت بود که مهاجران را قپیده و مجبوران دیپورت میکنن، زپریت میکنن. و این دیپورت هم نبود، 3 سال زپریت بود. از جمله نشان دهنده های آماری هم در 1 سال اخیر در این مورد بالا می رفت. مهاجران کاری سال 2017 از روسیه به تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار پول فرستادند. این رقم اگرچه از نشان دهنده سالهای تا بحرانی اقتصادی روسیه که 4 میلیارد گفته میشد کمتر است، اما در مقایسه با آمار سال 2016 31% بیشتر بوده است.